سلام به کانال سوشانس برو، خیلی خوش اومدین به پارت سوم هاو تو پاورپوینت ویت سوشانس برو. خیلی خوش اومدین. ما قراره که داخل این آموزش یه پروژه رو انجام بدیم و جلسات بعدی هم پروژه است. اول که باید پاورپوینت رو باز میکردین، لیاتتون رو میکردین بلنک و اینا. من برای اینکه ویدیو طولانی نشه همین کارا رو از قبل کردم. خب اول باید یه عکس بیاریم، یه عکس که مثلا میتونید داخل اینترنت سرچ کنید، داخل مایکروسافت، گوگل. من از مایکروسافت میرم، مثال بیاین سرچ کنیم یا میتونیم هر چی که دلمون مثل اگیپت. فقط گفته باشم اگه اشتباه سرچ کردین مثل داخل بینگ یا گوگل نگران نباشید که براتون اشتباه بیاره، دیگه خودش اتوماتیک میفهمه. میام عکس اصلا پیانو رو میارم، پیانو راحت‌تر هست. اینجا حالا از دست این مایکروسافت و اینجور چیزا همش برام میان قیمت رو میاره. حالا میتونی اینجا بنویسین ایمیج که اینجا براتون بیاره تمام ایمیج رو. یکم طول میکشه. ایمیج چه بیایم پایین چند عکس شد من پیدا میتونم. حالا اگه دیدین عکس مثال این حالتی شدن، بعد این رو قطع کنید و رفرش شه. دیگه رفرش نشه حالا طول میکشه. حالا اگه هم خیلی دیگه نتونستین اینجا گیر بیارین، خود اینجا ببینید این چی بود اسمش، ویکیپدیا دارتش. حالا ما میریم داخل ویکیپدیا عکس اینجا ما میتونیم این عکس رو بگیریمش. من کپی رو میزنم، کپی راحت‌تر. کنترل وی و میبینید که یکم کیفیت پایین اومده. اینو نمیتونه کارش کنیم. واسه همینم میتونید داخل سایت خود ویکیپدیا عکس چه هر کدوم از عکس‌ها رو که بخوایم میتونیم برداریم. اینجا دیگه توضیحات تخصصی عکس. اینجا بیایم پایین. مثال این خوب، این جذاب، من خوشم میاد. حالا ما اینجا به یه مشکلی خوردیم. صبر بدیم. این الان ما پایینش خیلی در و داغونه. ما نمیخوایم پایینش معلوم باشه و مجبور شیم این هم بزرگش کنیم که کیفیتش بد بیاد. میایم داخل پیکچر فرمت و روی دکمه کرپ کلیک میکنیم. میایم اشتباه شد. ببین باید یادتون باشه سر این موضوع که این شکلش رو میبینی بعد این حالتی باشه. تمام. حالا دیگه نمیخواد سایزش رو زیادی بزرگ کنه. حالا ما که الان برامون زیادی کیفیت مهم نیست، بریم کار رو اینجا میریم داخل اینسرت شیپ و یه دونه مستطیل یا از مستطیل های گردی استفاده میکنیم. میاریمش مثلا تا اینجا تو ته. اگه دیدین که مثلا گفتید ما از این مستطیل خوشمون نمیاد، میتونید اینجا خودش گوشش رو تیز کنید. میاریمش مثلا خب
مثل همیشه No at light. لایت اصلا به در نمیخورن. بعدشون فیلشم مثال بخاطر اینکه پیانوه میگم خاکستریست. این سیاه قشنگ. insert text box و الان میگیم text box ولی با یه سایزشون خیلی اصلا همیشه فونتش جذاب نیست. من از یکی از فونتایی که دارم و قبلا اون گفتم استفاده میکنم. اینجا الیفگان، مدیوم، سمی بولد، رایگان هم هست. میشه داخل گوگل فونت و اینو پیداش. رنگش الان مهم نیست که چی باشه. ما این دوتاشون رو سلکت کنیم. اصلا یادتون نره پی اولی رو بزرگ کنید. ایالتی بهتر. اینو سلکت کنید. یه داخل و کامبت. اگه نه. اما اگه میخواین رنگ این و این یکیشه بیاین و داخل اینسرتی شیپ فرمتی فرق نمیکنه. بیاین اینجا ایردراپ اینجا میتونین برین ایردراپ پیدا کنین رنگ یا بیاین پیداش میکنین. یه بار دیگه میگیرینش رنگش. حالا ما میتونیم اینجا حالا اگه یعنی معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که نمیتونه باز کنه. اینجا سری ببینید کدوم رنگه. حواسمون نبوده. دی فیل پشتشو گفتیم. بذارین اون فیل بذاریم. اینجا در این مکان حالا میزنیم. حالا ایشون و عزیزمونو میکنیم کامبت. نکنید اینجا پشت معلوم. ما میایم اینجا میکنیمش مثلا 200. ما زیادی تغییر شدیم. 200 زیاد بود. یکم مجبوریم برمیشه. اینا میشوریم امروز. شد. اگه شما بکشیدش میتونید ببینینش. اینجا من دیگه دوتا میزنم. میتونیم و حالا ایشون تقدیم می نمایم. کامبت. میتونید از بقیه هم استفاده کنید و بقیه هم جذاب. همون کامبت. بعدش هم میتونید نوشته زیرتون رو بزنید. الان این عکس جذاب نبود نتونستیم کامل بذاریمش. و میتونید اینجا نوشته زیرتون رو بزنید. کار بعدی که قراره بکنیم اینه که در مورد این کوچولو یاد بگیریم. سیمبل کوچولو هم نیستا. ادیکیشن داره که میشه فرمولای بی خیلی زیاد. فرمولای ریاضی دیگه اصلا شدن نجوم و همه اینا رو هم دیگه اصلا آدم نمیشه درک کنه به چیزی به نتیجه نمیتونی و تا سر در نمیاره. اگر میخوای از سیمبل استفاده کنید یا این گنده رو بسازید سایز مثل صد insert symbols. حالا میتونید سیمبل استفاده کنید. اینجا ما میتونیم خیلی چیزا بزنیم. محض اول کلیکمون زده میشه اینجا. من میام اینا رو هم همشون فونتش رو عوض کنید. سال دیگه زیادی بود.
حالا تا الان فکر نکنم کسی امتحان کرده باشه، اما تا الان کسی فکر نکنم امتحانش کرده باشه. یه فونت بولد و بولدش، این هیچ اتفاقی نمیفته بخاطر این خودش بولده، بالاترین حد بولده بلک و اکسترا بلک. اکسترا بولد، اکسترا لاین، سمی بولد. سمی بولد خیلی میتونم الانم نمیتونم بولدش کنم بخاطر اینکه خودش یه نه فامیلی داره، فامیلی فونت ها حدودا یه نه خانواده از فونت ها که یکیشون نازکه یکیش بزرگه. یعنی سیمبل اینا زیاد علامت هست، نو کنید جذابه. اینجا خیلی چیزا داره، لاتین تکست، ادبی، اصلا زیاده، میتونیم همه اینا رو انتخاب کنیم. برای ما که فرقی نداره چون که اینا خیلی زیاده، ما میتونیم بالا پایینشون کنیم. یادم رفته بود پیج داون، پیج آپ، پیج داون دوباره، پیج آپ. اینجا حروفای لاتینی و همه اینا هست و بینهایت هم داریم نگاه کنید. و آر برای شرکت و این سر. حالا اینجا یه چیزی میبینیم، آره خیلی علکیه چون که همشون یه فونت نداره. الان اگه اینا رو همشون یه فونت کنم بی‌حالتی میشه. هر فونتی که بزنی این سی و اینا تغییر میکنه، نیاز به فونت شماست، اونا هم یه حرفن البته. و تازه یادم رفت بهتون میگم کاسکادیکا یک فوند خیلی خوبه برای کد که مثلا بزنیم ببینیم این کده. شما میخوایی یه کنفرانس در مورد کد بدین، کد نویسی و میخوایی نوشته کداتو بنویسی، این حالتی جذاب تره. حالا حرف کد شد، ما چه حالتی میخوایم کد رو بذاریم؟ مثلا من نمیخوام زیادی جلوه ویژه بدم، مثلا یه ساده میکشه جا فیلشو میکنم سبز تیر یا خاکستری. آره این خوب، این خوب. اوتلایت هم که مثل همیشه اگه دیدین که مثل اوتلایت اتوماتیک آخه اوتلایت داره دیگه، اینجا کلیک کنید میاد. حالا میایم اینجا نوشتم رو میذاریم، راحت دیگه نوشته رو یاد گرفتین چه حالتی بذاریم با تکست باکس. اینجا میایم اینسرت تکست باکس، یا هم برای جذابیت بیشتر اصلا اینو اونجا شو بکنید، بعد بیاین دبل این و حالا ما اصلا نمیتونیم ببینیمش، قبول داریم؟ پس بیای فیلشو نزدیک کن. اینجا اینم گوشهاش کش. اگه دیدین که گوشهاش از این میخوای مثل خودش باشه، پس بیاین کنترل یا میتونی از کپی هم استفاده کنید. این وسط فیلش یه رنگ بیاد. حالا میخوایم از این ارشادهای همیشگیمون استفاده کنیم، یادتونه؟ اما یادتون باشه اینجا کارا رو انجام ندید دیگه، اینا برای نوشتمونه، ما برای شیپ فرمتون. یلو به وود شدو اینه انواع این ارشادو، اما ما میخوایم خودمون تغییرش بدیم، خودمون
با دستای خودمان. هدف من ترانسپرنتیش بودش، بلدش یاد کم تازه یادتون رفت شیپ نواتلایت هم بزنید. کنید نه شادو دوباره. حالا این دفعه دیزکشن انتخاب میکنیم که زیاد باشه اصلا نمیچسبه، باید به اندازه نرمالی باشه. نرمال. خب حالا ترانسپرنتیشم بیای اینقدر کافیشه. آره حالا اگه ما یه چیز جذاب، یه صفحه خیلی جذاب میتونید خیلی کارا باش کنید، اما من فقط برای نوشته کد میخوام. چه در کلیک کنه تایپ نمیکنه. حالا بره کنار و اینم این بعد یه چیزی رو دقت کنید، اینجا مینی بعد اگه اینو بزنم میاد این و تازه ما که این روشنه نباید بزنیم و این حالتی اینو بزنی وارونه میشن کلا و بعد یکیشون رو درست کنیم. به خاطر اینکه انگلیسی قرار تایپ کنی میانی. به طور مثال من میام یکی از ما الان دیگه کد نداریم که بخوایم اینجا کد بزنیم. من میام از W فری اسکول یه دونه W فری اسکول اینجا شاید دیر بیاد اما اینجاست. یه چیز جالب، ما الان اومدیم W فری اسکول سرچ کردیم بعد از همه یه چیز دیگه برامون آورد. فقط HTML سالهای دیگه آخراش سال اینجا یه کدی الان اینجا نیست، تو حداقل یه دونه هم نیست. دایما هرچی که بالا من اومدم از اینجا استفاده کردم به این معنی نیست که شما بیاین استفاده کنید. من استفاده کردم میشه پایین‌ترین رو استفاده کنید و تازه اگه کدشو گیج شدی میای داخل ترایت یورسلف تا بتونی کدشو ببینید. اینترنت این روزا خوب نیست واسه اینم یکم شاید گیر کنید. بچه ما دیگه انگاری نمیتونه تحمل. ما میایم همین دایو ساده با اینکه کد واقعی هم نیست اما به خاطر اینکه یکم طولانیه واقعی تره اینجا دیگه تایپش کنیم کار دیگه نداره. اینجا ببینید که همین رنگ اونجا رو گرفت، یه چیز کانوادیه، یه موقع شوک نشید. رنگشو قراره اصلا فونت یادتون نره که همون فونت گفتم یه فونت کدیه اونو استفاده کنید کار تموم. خب حالا بیایم رنگش رو تغییر بدیم. رنگ سبز رو کد خیلی اباحت داره. یا اینجا حالا بهتر بکنید یادتی. خب اینجا هم حالا تازه کدمون اومد سفارشی تازه. حالا ما میریم این دفعه از همین هم استفاده میکنیم. این اتوماتیک خودش چرا اتوماتیک نداره خودش انتخاب
کنترل سی مثل همیشه، کنترل وی. اینجا میبینید که خیلی رفت بالا، رفت اون دور. ما میتونیم با یک کار تنهایی یک کار درست. حالا که باید اینو بزرگ، برای اینکه اگه اون فردون رو بزرگ کنی جلوش از بین میره. حالا ما میریم فقط همین. اینی که هنوز درست نشد به خاطر چی؟ به خاطر این باید دوباره اگه دیدیم بازم همین شد مثل مال من، بیا یه کار کاملا ساده است و اصلا هیچ مشکل براتون پیش نمیاد. insert text box یا تا اینجا و حالا کدتون رو بزنید که کدتون رو باید یکم کوتاه کنید. من مثلا میام چند تا از این دایره رو حذف و فقط همینا باشه. اینم میکشم بالا. خب حالا میایم مثل دفعه قبل که گفتیم این فاصله ها بعد از ها تکمان داره براتون نگاه در صورت کنترل A روشن. حالا فونتمون هم تغییر بدیم. این فونت رو که میدونید اصلا خوب نیست برای چنین کارهایی. میتونیدم به عنوان کدی که حالا زدین این رنگا رو تغییر بدم. صرف به نظر من خوب باشه. اینجا اگه رون کنیم این صرف است. خب امیدوارم که